آغازی باز یک هفته نو رو در زندگی ما و شما تهنیت میگیم و تشکر میگم که باز در یک روز نو من شالو گلخوجه رو در بخش مستقیم در آزادی ویدیو تماشا دارید. امروز دوشنبه است 24 ایون و هر کجایی که باشید صحت و سلامت باشید و البته با خبرهای تازه از رادیو آزادی. امروز در پراگ هوای آفتابی در نظر است. انتظار می رود که حرارت روزانه تا 29 درجه را تشکیل نماید. در مسکو نیز هوا بی‌غبار و تا 24 درجه گرم خواهد بود. در سنت پترزبورگ هوا ابری و تا 20 درجه گرم می شود. در دوشنبه هوا بارانی خواهد بود. در دوام روز گرمی به 32 درجه می رسد. دوستانی نویای سینو با تحقیق قضیه اوسیا زولفون و 6 ساله شروع کردند که هفته گذشته از طرف 3 نفر آتش زده شد. 3 نفر با اتهام این جنایت دستگیر شدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند این حادثه باعث نگرانی جدی است. این دخترها روز 19 ایون در حدود نویای سینو شهر دوشنبه آتش زدند. به قول وزارت امور داخلی از این حادثه خود رئیس جمهور علی رحمان نگرانی کرده به وزیر تندرستی دستور داده است که تبابت او را زیر نظارت جدی بگیرند. انگیزه این جنایت تا حال ناروشن است، ولی خبر آنکه 3 نفر از دست به چنین عمل زدند بسیاری ها را نگران و بیرحمی نورسان واقع را سری زبان ها کرده است. روز 24 ایون مسئولین شفاخانه رقم 3 شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند وضع سلامتی اوسیا زولفون و همچنان وزنین ارزیابی می شود و شما بینندگان عزیز می توانید تفصیلات این حادثه رو در آزادی ویدیو در یک گزارش ویژه تماشا کنید که تا به حال این گزارش رو نزدیک 200,000 نفر بیننده آزادی دیده است. 10 مهاجر توجیک که در یک کارخانه داروتریزه سازی در شهر ادینسو و ولایت مسکو کار میکنند زهرآلود شدند. حادثه شام 22 ایون رخ داد. عزت امان مدافع حقوق مهاجران گفت 50 شهروند تاجیکستان زهرآلود شدند. به اطلاع او 2 نفر در شعبه احیاگری هستند و وضعیت 6 تن دیگر وزین ارزیابی می شود. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت 12 مهاجر زهرآلود شده در بیمارستان بستری گردیده. دیگران را بعد از استعمال دارو جواب دادند. احمدی گفت نمایندگان سفارت و وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان شب گذشته به بیمارستان رفته بودند و جریان تحقیق حادثه را زیر نظارت دارند. بنا به اطلاع مقدماتی آنها از خوراکی که شام در جای کار خوردند زهرآلود شدند افزود او. شاهدان حادثه روز 23 ایون به رادیو آزادی گفتند مهاجران بگوی شنبه یک بار به درد شکم پیچیده از راه گشتن ماندند و برخی دیگر خون پرداختند. در کارخانه داروتریزه سازی شهر ادینسو و ولایت مسکو به گفته همصحبتان ما بیش از 200 مهاجر توجیک کار میکنند. مقامات پلیس و تندرستی روسیه تا به حال وضعیت را شرح ندادند. رهبریت کارخانه داروتریزه سازی نیز حاضر نشد در این باره صحبت کند. تنها مسئولان کارخانه به پزشکان یوری تاجیل کوتاه گفتند که گویا مهاجران بعد از خوردن خربوزه بین حال افتادند، ولی مهاجران توجیک میگویند برای خریدن خربوزه پول زیادتی ندارند. بچه‌ها بعد از خوردن خوراک در آشخانه عمومی کارخانه بین حال افتادند. صفت خوراک‌های آشخانه پست است، ولی ما را مجبور میکنند که آن را بخوریم، نقل کرد یکی از مهاجران. ضمناً در سالهای 2014 2016 و 2017 نیز گروهی از مهاجران توجیک در شهرهای گوناگون روسیه زهرآلود شده بودند. در حادثه سال 2017 در شهر سنت پترزبورگ بیش از 30 مهاجر توجیک بعد از استعمال غذای آشخانه زهرآلود کردند. هرچند مقامات روسیه در همه حالت گفتند که قضیه ها را جدی تحقیق میکنند، کسی برای چنین حال آوردن مهاجران جوابگر نشده است. سفارت آمریکا از ساکنان تاجیکستان خواسته است که به هر گونه پیشنهاد برای گرفتن روادید یا ویزای این کشور فریفته نشوند، وگرنه آسان به دام فریبکاران میافتند. سالهای اخیر برخی از شهروندان تاجیکستان در تلاش راه یافتن به آمریکا و کشورهای اروپایی هستند تا جای کار و معاش مناسب پیدا کنند. مسئولان سفارت روز 23 ایون در آگاهی رسمی در فیسبوک گفتند ایده با استفاده از نام سازمان‌های مستقر در آمریکا خدمات دادن روادید را پیشنهاد و در عوض پول طلب کردند. گفته می شود تا کنون چندین نفر قربانی چنین پیشنهاد شده و شکایت آنها به سفارت هم رسیده است. آنها برای اشتراک در یک نشست بین‌المللی دعوت شدند و برایشان پیشنهاد شده است که باید برای خدمات ویزا $2,000 پردازند. گفته شده است در آگاهی سفارت. مسئولان سفارت آمریکا در تاجیکستان گفتند برای اینکه ساکنان به دام فریبکاران نیفتند باید 7 قاعده را رعایت کنند. یکی از آنها این است که
سفارت بوج برای ویزا را هرگز توسط سیستم وستر یونیون قبول نمی‌کند. بوج برای ویزا در شکل نقد و در روز گرفته می‌شود که داوطلبان برای صحبت دعوت می‌شوند، گفتند در نمایندگی رسمی آمریکا در تاجیکستان. برخی از ساکنان تاجیکستان توسط برنامه گرین کارت خود را تا کشوری به قبل آنها امکانیت‌ها می‌رسانند. برخی دیگر شکایت میکنند که گرفتن ویزای آمریکا آسان نیست و به احتمال زیاد در جستجوی راههای گوناگون میشوند. باید گفت که 2 سال پیش 2 شهروند تاجیکستان برای پیشنهاد سند و مهر قلبکی زندانی شدند. هر سال توسط برنامه گرین کارت به حساب میانه بیش از 500 نفر از تاجیکستان به آمریکا کوچ میبندند. در ادامه موضوع آمریکا، کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو میگوید او میخواهد یک ائتلاف سراسری بر ضد ایران را تشکیل کند. این سخنان را پامپئو در راه به عربستان سعودی و امارات متحده عرب، 2 کشور متفق آمریکا در خلیج فارس، ابراز داشت. 20 ایون قبل از ترک واشنگتن، پامپئو به خبرنگاران بار دیگر سخنان پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را یادآور شد که آمریکا حاضر است بدون پیش شرط با تهران سر میز مذاکرات نشیند. تشنج در روابط ایران و واشنگتن سال گذشته بعد از بیرونشوی آمریکا از سازش هسته‌ای 6 کشور ابرقدرت عالم با تهران عمیق‌تر شد. آمریکا تحریم اقتصادی ایران را برقرار کرد. پرزیدنت ترامپ می‌خواهد ایران را به بازنگری سازش هسته‌ای وادار کند، زیرا به گفته رئیس جمهور آمریکا شرایط سازش کنونی به قدر کافی جدی نیستند که تهران را از تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای و قطع برنامه تولید موشک‌ها و همچنین فعالیت‌های خرابکارانه در خاورمیانه وادار کند. در پراگ، پایتخت جمهوری چخ، بزرگترین تظاهرات 30 سال اخیر با شرکت 10,000 نفر جریان گرفت. میتینگ در باغ لیتنا مکانی برگزار گشت که سال 1989 نیم میلیون نفر ضد حکومت کمونیستی این کشور نمایش برپا کرده بودند. پلیس چخ میگوید در تظاهرات 20 ایون 200,000 نفر شرکت کردند، ولی سازماندهندگان نمایش اعتراضی ارقام بیشتری را نامبر میکنند. تظاهرات ضد سروزیر چخ اندری بابیش در پراگ و دیگر شهرهای چخی از ماه اپریل به این سو ادامه دارد و شمار شرکت کنندگان آن تا رفت بیشتر می شود. 3 هفته پیش از 90 تا 120,000 نفر در میدان مرکزی پراگ نمایش برپا کردند. به سبب تنگی مکان، سازماندهندگان میتینگ 20 ایون را به باغ لیتنا کوچاندند. باید گفت که اعتراضها زمان سر شدند که ضد بابیش با گمان سوء استفاده از مبلغ‌های جدا کرده اتحادیه اروپا به چخ پرونده جنایی باز شد. بر پایه آن بابیش در آن گمانبر می شود که کمک‌های اتحادیه اروپا را به شرکت اویلوی خود داده است. گلنور کریم و دختر رئیس جمهور پیشین ازبکستان که در زندان ادای جزا میکند از پرزیدنت شفقت میرزیوف خواسته است نسبت به او رحم کند. وی در نامه گفته است وضع سلامتیش خوب نیست. مراجعه گلنور کریم و را دخترش ایمان کریم و در صفحه خود در اینستاگرام چاپ کرد. کریم و در مراجعه خود گفته است داروهایش را گرفتند و او برای در چنین شرایط افتادن خود و فرزندانش از کسی شکایت نخواهد کرد. و همچنین گفته است در حسابهایش در خارج پول دارد که برای صاحبی به آنها نیز دعوا نمی کند. در حال حاضر مرا وضع سلامتی هم نگران کرده است. باید 2 جراحی را از سر گذرانم و این وضعیت مجبور کرد تا به پرزیدنت مراجعت نمایم، نوشته است گلنور کریم و در زندان زنانه نویه زنگیوتن ولایت توشکند دوره جزا را پس سر می کند. او را ماه مارتی امسال از حبس خانگی به آنجا کوچاندند. سال 2015 نسبت به گلنور کریم و در شویتزاریا و آمریکا پرونده جنایی باز و آن وقت دختر رئیس جمهوری ازبکستان را بس خودکنی تقریبا 1 میلیارد دلار عیبدار کردند. گلنور کریم و ماه دکبر سال 2017 در ازبکستان با جرم سوء استفاده مالی بعد 10 سال زندان محکوم شد. دیرتر حکم او را تا 5 سال حبس خانگی کم کردند، ولی ماه مارس با جرم پایمال نمودن قاعده های حبس خانگی به زندان انداختند. بینندگان عزیز، بار دیگر برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان و همه اونهایی که همین لحظه همون رو در پخش مستقیم تماشا دارن سلام میگیم. از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ شالوگو خوجه هستم که در چند دقیقه دیگر خبرهای تازه رو برای شما خواهم گفت و جمله درباره قرب اسعار خارجی هم میگم برای شما بینندگان عزیز، از جمله درباره روبل روسی.
از اول ماه ایون 40 نفر در حوض و کل و دریاهای تاجیکستان غرق شدند. از این شمار بیش از 20 نفر آنها نورسان تا 17 ساله هستند. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان روز 21 ایون در بیانیه گفتند جسدها بیرون آورده شده به صاحبانشان سپرده شدند. همین منبع میگوید در این مدت امدادرسانها حیات 12 نفر را از مرگ نجات دادند. با افزون شدن هوا در تاجیکستان بسیاری ها از جمله نورسان خود را به کل دریا میزنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند. برخی از ساکنان میگویند به دلیل گرانی نرخ پارک‌های آبی و یا افزایش شناوری توکلی در دریاها آبوزی میکنند که بعضا با فلاکت میانجامد. در پارک‌های آبی پایتخت تاجیکستان برای یک نفر وابسته به شرایط از 25 تا 100 سومانی طلب میشود. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده در بیانیه رسمی گفتند سبب غرق شوی کودکان و نورسان اصلا آبوزی در جایهای ممنوع، ندانستن قاعده های آبوزی و بی‌پروایی والدان می باشد که کودکان را بی‌نظارت می‌گذارند. حالا هر سال در موسم آبوزی در کل دریاها و کانال و حوض‌های تاجیکستان 10 نفر هلاک می‌شوند. سال گذشته 140 نفر در آب غرق شده بودند. اتحادیه اروپا میگوید اگر تاجیکستان به برنامه GSP پلوس وارد شده شرط‌های آن را بپذیرد تنها از حساب امتیاز گمرکی 1.8 میلیون یورو فایده می‌بیند. GSP پلوس برنامه اتحادیه اروپا عاید به هوسمندگردانی مخصوص برای رشد استوار است. کشوری که شامل این برنامه می‌شود حق دارد بیش از 6600 نامگوی محصولات را بدون پرداخت باج به بازار اروپا وارد کند. یولیکا پیسچاو مسئول این برنامه در نشستی در شهر بروسل گفت است تاجیکستان به اروپا در سال 2018 به 14 میلیون یورو لباس با ارزش 1 میلیون یورو پخته و مواد نساجی و اینچنین به مبلغ 55,000 یورو پیسته وارد شده است. مقامات میگن بیش از 2 میلیون سهامداران این نیروگاه برقی و بیروغون تنها بعد از پورا مورد استفاده قرار گرفتن این نیروگاه میتوانند به بازپس گرفتن نرخ سهمیه خود و فایده از آنها امید داشته باشند. از زمانی به فروش برآوردن سهمیه های راغون حدود 9 سال سپری شد و از زمانی به کار انداخته شدن چرخه اول نیروگاه تازه 7 ماه میگذرد و بسیار سهامداران میگویند که تا رفت امید آنها به وعده پرداخت شدن فایده از سهمیه ها کم میشود. آخر هفته گذشته سهامداران راغون برای جلسه سالانه جمع آمده مسئله های افزایش قیمت یا نمایی این جمعیت سهامی و باز 8 موضوع دیگر را بررسی نمودند. و بینندگان عزیز رو میاریم به قرب اسعار خارجی برای امروز که از سوی بانک ملی تعیین شده است. 1 دلار 9.43 درهم، 1 یورو 10.68 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 148.70 درهم. با سپاس از یک شما بینندگان عزیز برای همراهی که طول چند دقیقه بازم به خبرهای تازه تاجیکستان و جهان از رادیو آزادی بخشید. همه شما رو بازم در پخش مستقیم در دوام روز در تقدیم سرخطهای خبرها و همین گونه در برنامه خبری منتظر میشویم. روز خوب داشته باشید و خدا نگهدار.